راهنمای تبدیل. برای انجام عملیات تبدیل، پس از ورود به سایت، ابتدا در نوار بالای صفحه روی منوی سفارش کلیک کنید، سپس گزینه تبدیل را انتخاب کنید. در این مرحله ابتدا از منوی آبشاری، نوع تبدیل مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای مثال اگر می‌خواهید تومان را به دلار تبدیل کنید، گزینه تومان به دلار را انتخاب کنید. سپس مقدار ارزی را که می‌خواهید تبدیل کنید، در قسمت پرداخت وارد کنید. یا اینکه مقدار ارزی که می‌خواهید دریافت کنید، در قسمت دریافت وارد کنید. سپس روی گزینه ادامه کلیک کنید. پس از بررسی و اطمینان از درست بودن اطلاعات تبدیل، روی دکمه تایید و ادامه کلیک کنید. تراکنش مورد نظر شما بلافاصله انجام خواهد شد و در این صفحه می توانید اطلاعات آن را مشاهده کنید.